خب لطفا ویدیو رو لایک کنید که بریم سراغ توضیحاتش. ببینید این قسمتی از سریال انیمه به اسم The Promised Neverland یا همون سرزمین موعود هستش. در اینجا میره سیاستمداران و قدرتمندان دنیا رو نشون میده و این خونه همان سرزمین منابع زمینی و کشورها هستش که ثروتمندان و قدرتمندان دارن همواره منابع زمین رو میخورن و اون گربه ها همان مردمی هستن که هر بار با یه چیزی سرگرم میشن و به اون چیز قانع میشن و در آخر اون گربه ها یا به اصطلاح همان مردم از گشنگی تصمیم میگیرن که در برابر سیاستمداران بایستن و متحد شوند و آنها رو نابود کنند. اون زنجیرهای زیر میز هم همان اتحاد و همبستگی و همکاری سیاستمداران و قدرتمندان با خودشون هست. اگه میخوای تو کامنت ها دنبال توضیحات نباشی منو فالو کن.